قلعه حیوانات، اثری از جورج اورول، تهیه کننده آدم مرادی. مقدمه. جورج اورول توی سال 1903 توی هندوستان متولد شد. نام اصلی اون اریک بلر و پدرش یک کارمند دولتی توی شهر بنگال بود. در همون اوایل کودکی به همراه خانواده به انگلستان برگشت و اگرچه خانواده‌اش وضع مالی چندان خوبی نداشتن، ولی اون رو توی یکی از مدرسه‌های خصوصی معتبر توی شهر اتون ثبت نام کردن. بنابراین در اون زمان به عنوان پسر بچه‌ای فقیر در جامعه‌ای به شدت طبقاتی انگلیس رشد و پرورش یافت. در سال 1922 به نیروی پلیس در کشور برمه پیوست. در اونجا خیلی مطالعه کرد و حقایق زیادی رو راجع به کشور برمه یاد گرفت و موقعی که فهمید بریتانیا کشور برمه رو برخلاف خواست خودش زیر سلطه قرار داده و تحت استعمار خودش درآورده، از نقش خودش در این کشور بسیار شرمنده شد و در سال 1927 از شغل خودش استعفا داد. تصمیم گرفت هیچ وقت دیگه به اونجا برنگرده. بعدها جورج اورول تصمیم گرفت زندگی فقیرانه‌ای رو تجربه کنه و از همین رو مدتی در بین فقرا و بیخانمانها، بیکارها و کارگران فصلی لندن و پاریس گذروند. موقعی که پولی نداشت به عنوان ظرفشور توی یک هتل کار کرد. همینطور در همین زمان شروع به نوشتن تجربه های خودش کرد. وقتی به لندن برگشت به نویسندگی ادامه داد. اولین کتاب اون با نام مستعار جورج اورول انتشار پیدا کرد. چون اون خودش رو شایسته افتخار نمیدونست، برای مدتی به معلمی پرداخت، ولی وضع نامساعد سلامتیش باعث کناره‌گیری از این شغل شد. برای مدتی در یک کتاب فروشی مشغول به کار شد. در سال 1936 با الین اوشاگنسی ازدواج و لندن رو ترک کرد و در هرتفوردشایر ساکن شد و در یک فروشگاه محلی کاری برای خودش پیدا کرد. موقعی که جنگ اسپانیا شروع شد، اورول احساس کرد باید به اونجا سفر کنه. اون قصد داشت موقعیت اونجا رو مورد بررسی قرار بده و وقایع جنگ رو به رشته تحریر در بیاره. اما با ورود به این کشور درگیر جنگ شد و به حمایت از جمهوری خواهان برخاست. اما بعد از مدتی مجروح شد و به همراه همسرش به فرانسه فرار کرد. در سال 1938 به شدت بیمار شد، به طوری که وقتی جنگ جهانی شروع شد نتونست به ارتش بپیونده. در عوض به عنوان خبرنگار مشغول به کار شد. همسرش در سال 1944 در طی یک عمل جراحی درگذشت. تا این زمان اورول به یک نویسنده موفق و مشهور تبدیل شده بود، اما سلامتیش به مخاطره افتاده و سال آخرش رو توی بیمارستان گذروند. در سال 1949 با سونیا برنول ازدواج کرد. اونها تصمیم گرفتند به سوئیس مسافرت کنند. ولی جورج در سال 1950 درگذشت. خیلی از آثار اورول بر اساس تجربه‌های شخصی خودش به رشته تحریر در اومده. رمان روزهای برمه بر اساس تجربه و زندگی اون در کشور برمه و خدمت در نیروی پلیس نوشته شده و همینطور آسوپاس‌های پاریس و لندن بر اساس تجربه‌های اون از زندگی با مردم فقیر در این دو شهر اروپایی نوشته شده.
کتاب زنده باد کاتالونیا در دوران جنگ داخلی اسپانیا به رشته تحریر در اومد. خاطره های دوران تدریس در مدرسه در رمان دختر کشیش انعکاس پیدا کرد و کتاب همه جا پای پول در میانه زندگی اون رو به عنوان یک فروشنده کتاب توصیف میکنه. جاده‌ای به اسکله ویگان شرح زندگی اون در دوران بیکاری در مناطق صنعتی شمال انگلستانه. جورج به خاطر 2 کتاب خودش به شهرت رسید. کتاب 1984 کتاب شگفت‌انگیزیه که جهان آینده رو که در اون زندگی و حتی افکار مردم تحت کنترل در میان توصیف میکنه. دنیایی که عشق و حقیقت از اون طرد شده و افراد از زندگی خصوصی محروم میشن. کتاب مزرعه حیوانات یا همون قلعه حیوانات به ظاهر داستانی درباره حیواناته. داستانی در مورد شورشیه که با شکست مواجه میشه و بر اساس انقلاب روسیه و سوء استفاده جوزف استالین از قدرت به رشته تحریر در اومده. پیام کلی کتاب اینه که تمایل انسان به قدرت مانع از شکلگیری یک جامعه بی طبقه میشه. هر کدوم از حیوانات این داستان نماینده تیپ یا طبقه خاصی از اجتماعند. خوک ها همون بولشویک ها هستند که کارشون خوندن، نوشتن و سازماندهی حیوانات دیگره. ناپلئون همون استالینه و اسنوبال نقش تروتسکی رو ایفا میکنه. بوکسر اسب زحمتکش نماینده طبقه کارگره. در ابتدا گروهی از حیوانات مزرعه که مورد بدرفتاری صاحب مزرعه قرار دارند شورش میکنند. قوانینی رو برای پایه‌ریزی جامعه‌ای مبتنی بر مساوات و برابری به تصویب میرسونن. ولی به تدریج این قوانین زیر پا گذاشته میشه و بقیه رو در ادامه داستان با هم دنبال خواهیم کرد. فصل اول. هوا تاریک شده بود و آقای جونز مالک مزرعه مانر در مرغدانی رو قفل کرد، ولی اونقدر مست بود که یادش رفت سوراخ بالای اون رو هم ببنده. تلو تلو خوران همراه با حلقه نور فانوسش که رقص کنان به این طرف و اون طرف تاب می‌خوردند طول حیاط رو پیمود و پشت در ورودی کفش‌هاش رو از پا در آورد و آخرین لیوان آبجو رو از بشکه‌ای که در آشپزخونه بود پر کرد و سر کشید. اون وقت به سمت تخت خواب رفت و در کنار خانم جونز که در حال خور و پف بود خوابید. همین که چراغ اتاق خوابشون خاموش شد، ولوله و جنب و جوشی توی تمام مزرعه به راه افتاد که در طول روز این خبر همه جا پیچیده بود که شب قبل میجر پیر، خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، خواب عجیبی دیده. دلش میخواد اون رو برای حیوانهای دیگه مزرعه تعریف کنه. بر همین اساس قرار گذاشته بودند همین که آقای جونز به اتاق خوابش رفت و همه جا آروم شد، همگی در طویله بزرگ جمع بشن. میجر پیر همیشه اون رو به همین نام صدا می زدن. گرچه توی نمایشگاه با نام ولینگدن بیوتی شرکت کرده بود، توی مزرعه چنان مورد احترام بود که همه حاضر بودند برای شنیدن حرفاش ساعتی از خواب خودشون رو بزنن. میجر پیر در گوشه‌ای از طویله بزرگ بر روی سکوی بلندی بر بستری از کاه در زیر نور فانوسی که از تیر سقف آویزان بود لمیده بود. 12 سال داشت
و این اواخر کمی چاق و گنده شده بود. البته علیرغم این که 2 دندان نیشش هیچ وقت کنده نشده بود، ولی هنوز هم خوک عاقل و خیرخواه و با عظمتی بود. خلاصه طولی نکشید که حیوانهای دیگه هم وارد شدند و هر کدوم بنا به سلیقه خودشون در گوشه ای جا خوش کردند. جلوتر از همه سگها، یعنی بلوبل، جسی و پینچر اومدن و بعد سر و کله خوک‌ها پیدا شد و همونجا جلوی سگو روی کاه‌ها ولو شدن. مرغ‌ها روی تاقچه لبه پنجره نشستند، کبوترها بال زنان بر روی تیرهای سقف جا گرفتند، گوسفندها و گاوها هم پشت خوک‌ها لم دادند و در همون حال شروع به نشخوار کردند. 2 اسب گاری یعنی بوکسر و کلور با هم و به آرومی وارد طویله شدند. اونها از ترس اینکه مبادا حیوانات کوچکتر رو که در زیر کاه پنهان بودن لگد کنند با احتیاط قدم بر می داشتن. کلور مادیانی میان سال و چاق بود که بعد از به دنیا آوردن 4مین کرش هیچ وقت اون هیکل و اندام اولیش رو پیدا نکرد. بوکسر حیوان تنومندی بود که حدود 18 وجب قد و به اندازه 2 اسب معمولی قدرت داشت. یه خط سفیدی روی پوزش ظاهر احمقانه‌ای به اون داده بود و در حقیقت اگرچه جزو تیزهوشان تراز اول نبود، ولی همه به خاطر وقار شخصیتی و نیروی فوق‌العاده‌اش در کار به اون احترام میذاشتن. بعد از اونها موریل، بز سفید و بنجامین، الاغ خاکستری وارد شدند. بنجامین پیرترین و بداخلاق‌ترین حیوان مزرعه بود. به ندرت لب به سخن باز می‌کرد و وقتی هم حرف می‌زد به طور معمول تلخ و نیشدار بود. به طور مثال میگفت خدا به من دم داده تا با اون حشرات رو از خودم دور کنم، و بیدرنگ اضافه میکرد اما ای کاش نه من دم داشتم و نه حشره‌ای آفریده شده بود. اون در بین حیوانات مزرعه تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمیخندید. اگر کسی دلیلش رو میپرسید میگفت موضوعی برای خنده نمیبینم. با این وجود بدون اون که به طور آشکاری تمایل و رغبت خودش رو نشون بده، ارادت خاصی به بوکسر داشت. اونها به طور معمول یک شنبه ها به چمنزار کوچک پشت باغ میوه میرفتند و بدون اون که با همدیگه حرف بزنن در کنار هم به چرا مشغول میشدن. به محض اون که اسب‌ها گوشه ای لم دادن، دسته جوجه اردک که مادرشون رو از دست داده بودن جیر جیر کنان وارد طویله شدند و از این طرف به اون طرف سرگردان بودند. دنبال جایی میگشتند که زیر دست و پا له نشن. کلور با پاهای جلوی خودش مأمن باریکی برای اونها درست کرد و جوجه اردک ها در اونجا آشیانه گرفتن و به زودی به خواب رفتن. توی لحظه آخر مولی، مادیان ابله سفید و زیبا که درشکه تک اسبه آقای جونز رو میکشید، در حالی که حب قندی میجوید با ناز و ادا وارد طویله شد و در ردیف جلوی حیوانات نشست و شروع به ور رفتن با یال سفیدش کرد تا نظر حیوانات رو به روبان قرمزی که به اون بسته بود جلب کنه. و آخر از همه هم گربه اومد و طبق معمول نگاهی به اطراف انداخت تا گرمترین جا رو پیدا کنه و نهایتاً هم در بین بوکسر و کلور جا خوش کرد و در تمام مدت سخنرانی میجر بدون اون که حتی به کلمه ای از حرفای اون گوش بده با خیالی راحت و آسوده خورخور میکرد.
حالا دیگه همه حیوانات مزرعه حاضر بودن بجز موسز، کلاغی اهلی مزرعه که بر شاخه درختی در پشت در عقبی طویله خوابیده بود. وقتی میجر دید همه حیوانات در جای خودشون قرار گرفتن، مشتاقانه انتظار میکشن، گلوشو صاف کرد و شروع به سخنرانی کرد. دوستان، بیشک تا الان راجع به خوابی که دیشب دیدم چیزهایی شنیدید، اما بعد راجع به این خواب حرف خواهم زد. در حال حاضر میخوام موضوع دیگه ای رو با شما در میون بذارم. میدونید رفقا، من فکر میکنم فقط چند ماه دیگه در بین شما هستم و برای همین دلم میخواست قبل از مرگ تجربه هایی رو که در طی این سالها به دست آوردم با شما در میون بذارم. من در طی عمر دراز خودم فرصت زیادی برای فکر کردن داشتم و فکر میکنم بتونم ادعا کنم که بیش از هر حیوان دیگه‌ای توی این کره خاکی به ماهیت واقعی زندگی پی بردم و این همون موضوعیه که میخوام دربارش با شما حرف بزنم. رفقا، به راستی ماهیت زندگی ما چیه؟ بیاین کمی به اون فکر کنیم. جز اینه که این عمر کوتاهمون پر از نکبت و مشقت و بدبختیه. ما رو به دنیا میارن، یه غذای بخور و نمیر به ما میدن که فقط بتونیم نفس بکشیم و تا اونجایی که قدرت داریم از ما کار میکشن و وقتی دیگه از پا میافتیم و نتونستیم کار کنیم با سنگدلی تمام ما رو میکشن. هیچ حیوانی در انگلستان بعد از 1 سالگی معنای رفاه و شادمانی و آسودگی رو نمیدونه. هیچ حیوانی در این سرزمین آزاد نیست. زندگی همه حیوانات سرشار از بدبختی و بردگیه و این حقیقتی دردناکه. اما آیا این وضعیت قانون طبیعته؟ یعنی این سرزمین آنقدر فقیره که نمیتونه رفاه و راحتی ساکنین خودش رو تأمین کنه؟ نه رفقا، 1000 مرتبه نه. خاک انگلستان بسیار حاصل خیزه، آب و هوای خوبی هم داره و میتونه مواد غذایی تعداد بیشتری از حیواناتی رو که الان در اون ساکن هستند رو تأمین کنه. توی همین مزرعه خودمون میشه 12 اسب، 20 گاو و صدها گوسفند نگهداری کرد، به طوری که همه اونها در رفاه و راحتی کامل باشند. اون چنان رفاهی که حتی در تصور ما هم نمی گنجه. پس چرا ما توی چنین وضع نکبت باری زندگی میکنیم؟ دلیلش اینه که تقریباً تمام دسترنج ما توسط انسانها تصاحب میشه. بله دوستان، کلید تمام مشکلات ما توی همین یک کلمه نهفته است: انسان. انسان تنها دشمن واقعی ماست. اونو از صحنه خارج کنید تا ریشه تمام بدبختی ها، گرسنگی و کار و زحمت بیش از حد خشک بشه. انسان موجودیه که تنها مصرف کننده ولی هیچ چیز تولید نمیکنه. نه شیر میده، نه تخم میکنه و اونقدر هم ضعیفه که نمیتونه گاو آهن بکشه. سرعت دویدن اون هم به حدی نیست که بتونه خرگوش رو بگیره. اما با همه اینها سلطان همه حیواناته. از حیوانات کار میکشه و در ازای اون غذای بخور و نمیری به اونها میده که فقط تلف نشن و بقیهش رو خودش تصاحب میکنه.